در این ملکی غریبی خسته و آزرده گردیدم، به دیدارش بگشتم زار دایم چه میگویم. پیکی خوش به هم دیارونه که در شهری یکاترینبورگ فدراسیون روسیه قرار دارند. اینک سراینده محبوب احسان سعیدов با سرود و آهنگ‌های دلنشین و برنامه رنگین کنسرتی به شما بوی یار و دیار می‌آورد. کنسرت سنه 18 ایون ساعت 20 در کافه بلتون واقع در کوچه اکادمیکا بردین 28 برگزار می‌گردد. تماس جمع 7 996 185 86 86 و 92 775 08 88. مرحمت نمایید و خاطرات خود را بالیده سازید. گلندامم گلندامم، دلارامم دلارام، نمیرم کاشکی رویت ندیده، سپیده میدمد یارم سپیده، نمیرم کاشکی رویت ندیده.